дуруди саршор аз меҳру муҳаббати мо нисоратон ҳамватанони азиз, боз ҳам моем тайягарони барномаи Нурафкан дар меҳмонии хонадони шумо. бале бинандагони азизу арҷманд, барномаи Нурафкан аст ин лаҳза меҳмони кошонаҳои шумо ва барномаи Нурафкан дар хонадони шумо. ин навбат меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди дӯстдоштанӣ, ҳунарманди театр ва синамои тоҷик, ҳунарманди халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Ғолиб Ислом. ва ҳамзамон бояд ёдовар шавем ки Ғолиб Ислом инчунин дар баробари ҳунарманд буданд, инчунин коргардон низ ҳаст. бале, ин қадар васф кардӣ, вале беҳтарин хислати анамин ҳунарманди шинохта гуфтӣ, ҳунарманди дӯстдоштанӣ гуфтед, вале фаромӯш карде ки яке аз оддитарин ва хоксортарин, дилсофтарин ҳунармандо ба ҳисоб меравам ба фикри ман. бале, ин хислатро низ медонам, бале бигзор худашро гӯяд ки ин хислат шояд аз замони наврасӣ буд. نمیدونم من خیلی خداوند هم خیلی آفریده است طبیعت آفریده است خیلی این تربیت حتما تربیت اویلا این اولین درجه است که ای خوردی همون پدر مادر همه همون اجدادون رو نگاه میکنی از ایها یگون چیز یاد میگیری این تاثیر و ایها حتما است و عموما طبیعت آدم هر خیلی است خیلی طبیعت من همه خیلی است بله خوب غالب اسلام هنرهای زیاد دارند بعداً در روند برنامه ما با این هنرها شناس خواهیم شد ولی پیش از آن که به کشف هنرهای دیگری مهمانی برنامه گذاریم میخوام یک سوال بدهم که مهر و محبت هنر از کجا در دل شما جای گرفت چون هر نفری که پیش از آن که یک کسب رو انتخاب میکند پیش از همه محبتش در دل او جای میگیرد اینم از دوره خوردی به فکرم چون که اویلای ما اویلای بود که همین از فرهنگ بیگانه نبود و تاثیر همین بود از امکم سر کرد امک بچه‌ام سر کرده همه پدرم امکایم سه تور مینوختن و تاثیر همین بود یا تاثیری بعد فیلم‌های تماشا میکردیم برنامه‌های تماشا میکردیم اون وقت شاید همین محبت همون ولی اویلای شما از اویلای هنرمندان بود لیک با فکرم که پدر و مادر شما راضی نبودن که شما هنرمند شدید خیلی و گفتن که خیلی در اویلای ما دکتر نبود گفتن دکتر شوید یک سالم تحصیل کردیم دکتری لیکن همین من با قسمت با تقدیر بسیار تن دادم من اول باور نمیکردم لیکن این بود است خیلی که این تقدیر ما پارت شهر مسکو همونجا خواندیم تحصیل کردیم اومدیم و همین تا همین سال تا همین روز در تلویزیون کینو استودیو تئاتر و استودیوهای دیگر و حتی در یک فیلم هندو نیز نقش آفریدند اینم یک نقش علی بابا و چل روزن اون یک فیلم پیوسته بود ازبک فیلم سووین فیلم و بعد فیلم همون هندوستانی ها درخمند بودم جو بعد درخمند من نماشا مقدر دو خطا میکنم یک اپیزود داشتم همونجا منم به نوار گرفتیم یک چیز خاطرمانم ماند از همون فیلم سال 79 بود و وقتی که سیمکا کردیم اونجا من یک اپیزود داشتم بالای اسب های کارون قط میبردیم سودا میبردیم غلامای بعد اون وقت اونجا قفس قطعی و دخترک مرجانه میگه که پچه میگه دود میکنن این علی بابا سینش میدوند که وای یاردم کند از دست و بستگی بالای اسب زین من بستگی من وای قفا میکشم میگم کداس نزد سباک بعد همچی خطی میزنم وای همین در سرش خیلی چیز که مشق کردیم همش سوز وقتی همین بناورگیر موتور گفتن هوای کوهستان بود یک شمالک آمد همین سله من چشم من محکم شد همین خیلی محکم کرد همین خیلی بعد وقتی همین زدن در سری وای سرش بسیار بالا برداشت خیلی در سیمکا میشه در فیلم ها میشه تصادف همین با حس کردم که همین دسته همین چوب همچین قطعی که سخت رسید وای با هم قراپاس سخت رسید وای با خودم میز کردم بعدی که استوب کردن من کردن و هم سرش خورید یک انگشتش قطعی خیلی
یک زنک دیگر دویم ریسال از ازبک فیلم بود ما با درفت و چسبید که چیکار کرده است و میلیونر رو توی خیلی او سیاست بگردون که نمی خیلی ما گفتم خیلی بخشش خیلی در وقت نورگیری هر واقع شدنش ممکن این در تاریخ همون وقتی که بعد مناسبت خرمن را هیچ چیز نگفت نه و خیلی میفهمد در فیلم استیصال سووین فیلم و ازبک فیلم و بریدگی کم ماندگی در فیلم خودشون و پورا هست زبان هندو قدی پورا و ماندگی هم خوب از کارگردان خواهش میکنیم که همین پورچه رو عین زمان اونجا من ریش دارم با صورت مو سویز که گرام برآمد ممکن من مازه خودم نمیشناسم موجهات های اشاره کرده و صورت هم دارم شاید بینندگان بار دیگر باز به یاد میارن شاید فراموش کرده باشن خوب بینندگان عزیز و ارجمند پورچه فیلم رو میبینیم و جالبیت باز هم در پیش است ما رو ترک نسازید خوب بینندگان عزیز و ارجمند برنامه نورافکن ادامه دارد چنانه که گفتیم جالبیت در پیش است و چنانه اشاره کردیم در آغاز هنرهای غالب اسلام بعداً افشا می شود یکی از هنرهایی که شاید برای خودشان سورپریز باشد این یعنی هنر مطربی نیز دارند میدونم که گیتار رو به نهایت خوب می نوازید فقط نه راست که شنیدید شما خوب البته ژورنالیست که شدی همه چیز رو بود وقت بعد 100 سال دستم با گیتار نگرفتم لیکن در دوره جوانی این چیز بود بعد در یک چند نمایشنامه‌های تئاتری هم اجرا کردیم و بعد هر وقتی که با کینو اسپیدیکس می رفتیم یا سفر هنری می رفتیم فقط همین گیتار مویا همین خوش می داشت یعنی اگر گیتار می بود حاضر می نواختید خوب خیلی درک دارم من میگم که قریب 10 سال دستم شاید گمان کنن که ما گیتار نمیوبیم ولی ما آماده نمودیم البته خوب دوره جوانی رو به یاد میبریم چون سال جوانان است درست است که میگویند که همون شخصی که گیتار می نوازد یا که عاشق به یگان گل دختر شده است یا اینکه عاشق به همین نوای گیتار است خیلی هر آدم عاشق میشه کدام و کی گفته بود یک عاقل که کسی که عاشق نباشد و بیهوده از مادر زایده است و این عاشقی سببگار همه هنرهای و همه کردارهای همه جسارتهای این با آدم تاثیر میرساند با خصلت آدم با خلق آدم با عقل آدم خودش وای میکند که زیباتر باشد آدم میخواد که دیگرگونتر باشد آدم میخواد که حلیمتر باشد آدم میخواد که مهربانتر باشد اینک بازم یاد یعنی همون جوانی ها میکنیم و یاد یعنی همون عشق نخستین و درباره عشق باشد شما میخواد که بله مقصد از گیتار آوردن من اقلا یک روز دو روز پیش میگفتید من همین چند سال دستم با فقط می نوازید یا سرود هم میخونید؟ میخونید در جوانی چیکاروی نه خطی نیکی نه باید هم میروازه خطی به هر حال هم خود را جوان میحسابید برای چی نه؟ خوب یاد جوانی می نوازید بله دوست دارم برده دل من موسیا را برده دل من دوست دارم برده دل من موسیا را برده دل من الو دختر با من یاری نکردی قسم خوردی وفاداری نکردی قسم خوردی با صد شرط های محکم چرا شرط های خود اجرا نکردی لا 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 دوست دارم برده دل من موسیا را برده دل من دوست دارم برده دل من موسیا را برده دل من من مهری تو دارم ول قدر گوش تو خواه یاد کنی خواه فراموش
اگر پوسیده گردد استخوانم نگردد میری تو از جان فراموش لای لا لا لای لا لا لای لا لای لا لای لا لا لای لا لای لا لای لا لا لای لای بهترین باز با مولا بهترین سرایدن سرود دوست داشته من بود. خوب اینقدر صدای خوب دارید به محبت گیتار رو نیست خوب می نوازید پس چرا این کسب رو دوام ندادید یعنی سراینده نشدید شما خیلی کسب این گفتن در نمایش نامه ها بود برای مثال در تئاتر بود در تئاتر روسی مایکوسکی بود هم نقشوی بودن که با گیتار می سرایدیم سرودای روسی و سرودای سیگانی لیکن در خونه در سفر اون غیر همین چیز غیر وای بعضا پیشتر بود نبیرا موزیکال نبیرا وقتی وای میکردیم در خونه خیلی میگم که این همچون حواس چیز بله اکنون ما فهمیدیم که شما از عهده گیتار نوازی میبریم هر کجا که با اهل کارمندان یعنی چطور که میگم به اصطلاح پیکنیک رویم شما رو با هم میگیریم خیلی بیاد میاره اما تشکر هنگامی که در جوانی در محفل دوستان بینواخته چگونه قبول میکردن ما وقتی که سفر میبریم این از مشاهده خودمون کدام ناحیه که بودیم کدام شهری که بودیم وقتی که بعد نمایش می آمدیم در مهمانخانه ها باز میکردیم یا روز مولود یگان کس قید میکردیم یا خود در خود اتوبوس درون اتوبوس این یکی می دیدیم که تمام ساکنان مهمانخانه می آمدن جمع می شدن اشتراک میکردند خورسندی میکردند یا درون اتوبوس اگر وای میکردیم درون ماشین خودمون سفر که مردم جمع میشد گوش میکردند رقص بازی میکردند این خودمون یک حلاوت میبردیم یک خیلی جوانی میگم یعنی درست است که میگن سرود و موسیقی همیشه الهام بخش است برای مردم با جور کردین نه بود یک وقت هم میخونیم لیکن با حیث کسبی نه ما همچون حواسکار همچون خود فعالیت همچون برای بولیده ساختنی لیکن وقتی که در صف آرم خدمت میکردم اونجا هم نقشه میآفریدیم هم گیتار بازی میکردیم بعد یک سرود روسی هم میخوندیم اونجا در پیش اوما با همونجا هم گفتن که شما شتاب نکنید ما شما با ریکامنداسیون می نویسیم که با یگان اینستیتوت داخلی شدن با حواله نمیداد که ما مسکو تمام کردم شما بعدی مسکو بعد مسکو با 2.5 سال اونجا ما با تئاتر کار کردیم و همین هنرمندی شما کمک میکرد در همون وقت خدمت با خوشبختانه که وقتی که رفتیم اونجا بعد 2 هفته خدمت ما فیلم 4 نفر از 4 سنگ ما از مسکو سنترال تلویزیون قطعی نمایش دادن من اونجا رنگ یک شاخ بودم اونجا از افسرای و چیزای و اینم کماندیرای چیزا و قطعی اینا بچه‌ای که قطعی خدمت کردن میدونن نه بی من مسئله باید بود در خاطر مونده که روز تولدم نه در مسکو نه در دوشنبه نه اونجا با یک عجایب اونجا گذراندم بهترین روزا در زمان خدمت بود یا اینکه جوانان هرچی بیشتر هنر آموزند تو در یگانجا خور نشوند چی بانی از عینی وای است عینی جوانها برادرها همه چیز از شماست تلویزیون از شماست صحنه تئاتر از شما هست سینما از شما است منم چند قدر چیز است آفرید کار کنید مشق کنید این تیز وقت میگذرد ما خبر نشدیم جوان تیز گذشت ما فقط جوانو رو تاکید میکنم که هر یک روزه
هر یک هفته هر یک ماه غنیمت شمرند چی بنی با سرور ما با شرایط معین کرده است سال جوانی چی بنی مرحمت میان بند نشان تید این میدان از دلیل است میگن چی بنی میکنید این مسئله با تئاتر ما بسیار دستگیری میکنه جوان‌ها با خدا که من دیگه جور نمیدونم که اونجا این مرحمت صحنه وقت‌های خالی بیت کار کنید. خب در تمام این فعالیت شما یاد دارید که سال رو سال جوانان اعلام کرده باشن زمانهای پیش؟ نه یک روز بود یک روز международный день молодежи بود همین اتفاق شوروی قطعی وای کردن لیکن این خیلی سال جوانان نبود است این تشبث حکومت ما سرور ما اینم یک اقدام این ضرور است این با دیگر چیز با تاثیر میرساند با همون ایجادیات با تاثیر میرساند با یک نیروی دیگرت میتید این خیر اینه با علاقه انگشتان وای از موسیقی که ننواختی نه چند سال ننواختی باز یک نمود می نموزید هم گویا گیتار می نموزید هم با گویا که تبل میزنید این طلب میکند این خیلی برای مثال هستن سرودای لیریکی که و فقط یعنی از روی ژانر و این نکن این من اون بسیارتر اون سرودای میکنم که برای مثال همون من سیگانسکی میگم که و یک آشوب یک آدم در میگیرند یک اون آدمی حتی آدمی همین بدکینم باشد آدمی بدبینم باشد خانخواه همین سرود با میدارد همین موسیقی میدارد همون تاثیر میرساند وظیفه صنعت همین است. خب بیاید از زندگی پس پردگی شما سخن بگیم چون ما میدونیم شما یک فرزند هستید خودتون یگانه فرزند در خاندان هستید امروز چند فرزند دارید و فرزندان شما کدام کسب رو انتخاب کردند یگانه تاشون شکر خدا کسب شما رو آیا انتخاب کردن یا نه نه کسب خودم نه سه تا دختر دارم دو تاش دوگانیک یک تاش کلانیش اویله دار در مسکو خانه دارن اونجا همه جان یک تاش در کانادا یک تاش همون ما 6 تا نبیره دارم این همین زندگی شکرانه که خوش است شکرانه که صحت سلامتند و این هم یک تکان بود این هم یک مدد بود که آدم همه ایجاد کند برای مثال خب یعنی امروز شما یک نفری خوشبخت هستید البته من یک هنرمند خوشبخت یک بابای خوشبخت اینا حاضر با یک وظیفه دیگر دارم با وظیفه بابایی بسیارتر وقت خالی ما با نبیره میگذارم اینم یک بخت است اینم یک بخت است من میخواهید که شاید از نبیرگانتون یک نفر کسب شما رو انتخاب کنند پیشه شما رو من هیچ وقت مجبور نمیکنم هیچ وقت مجبور نمیکنم این یک چیز یک سر دارد اگر در دلت باشد مهر باشد همون مهر همون محبت توی به قلای بلند میرساند در کدام کسبی که نباشد بله درست لیکن مجبوری کار مجبوری نمیشد و موقت چیز میکند این موقتی همین خیلی است و آینده ندارد اگر کس خواهد که تماشابین خودش داشته باشد کس خواهد که اگر مقبول وای باشد اگر خواهد که همین کسب خودش همین نازک کرده چقور وای کرده چیز کند وای با دوست دارد یک جوهره که در دل خود انسان باشد این یک اول همون طبیعت داده باشد دوم اینا با یک بار دیگه تکرار میکنم که باید همون دوست دارد بعد مهنت این جای دومین درجه اول استعداد دومین درجه مهنت ما این پروفسورها ما میگفتن سومین این صبر اینم صبر مهنت کن ایجاد کن صبر یک جواب میبرد یک وقتی اگر کودکدارو خانه‌دارو زندارو اویله‌دار بودن خواهید با مادرتون سرپناه بیارید چیکار سرپناه؟ با فکرم مادرم در خانه خودش زندگی با سر میبرد با همون گپ تکرار کردید
دانستن خواهید اگر این خانه از آن من پدرشویم این خانه برای من و برای نبیره هایش میراث گذاشته است. حتی پیش از مردنش موسیفید گفته بود این خانه ما برای نبیره هایم میراث میگذارم. درست میگویی، ما میراث خود پدر هستیم، لیکن معنی اون را ندارد که من موسیفید مادر موسیفیدم را به کوچه برده پرتایم. کی گفته است که شما به کوچه برآورده پرتایید؟ و چیکار کنم من گفتم که شما مادرتون برآورده کوچه بپرتایید. گفتم همین خیر. انا حاضر بیاید مصلحت میکنیم. موقتا با مدت یک چند وقت مادرتون برده خانه موسیفیدم بمیمونیم. با کدام خانه موسیفیدم؟ با همانی که همه وقت پیر شدن پدر و مادرشون برده میپرتایم. یا توبه، بار اول میشنوم که موسیفیدان هم خانه علاهیده داشتن. لیکن اون نمایش تلویزیونی ارمانی مادر در حیات کاری شما یک تکانی خوبم داد گویم خطا نمیکنیم. تکانی جدی بود شد. بله. اون خیلی نقش من اجرا نکرده بودم. اون نقشم نمیخواستم بازی کنم، لیکن باور من نکنند و باز هم به مردم شناخته تر شدید. و بله، و ما گفتیم که این که هزارها آدم هم خیلی رفتار میکنند، با گپ زن میدارن، فریب میخورن، زندگی خیلی میگن که من یک روز دو روز، یک هفته دو هفته میبریم، خیلی یک ماه میبریم، بعد میبریم. همه اندرما میشه در زندگی پر آدم میخیلی. شاید بعد از همون نقش هستن نفرانی که صنعت رو نمیفهمن، شاید میگفتن با شما چرا مادرتون رو پرت تلفن میکردن که تو چیکار کردی، خیلی با شو دیدی ما کرد، ما تو اکتور یک روز دزد، یک روز سلطان، یک روز یک اوباش سرزنش میکردن. نمیگه شما با نمیزی بعد. درست شما با نمیزی بعد. خیلی بازی کردن. خب برای هنرمند شدن باید چهره مخصوص باشد، چهره سینمایی میگویند باید باشد به اندیشه شما، چون شما هم کارگردان فعالیت کردید هم هنرمند. من برای مثال این همچون رژیسور در فیلم در خصوصیت‌های خاص دارد کینو. برای مثال اول تیپاژ میگن. تیپاژ یعنی شخصی که همین نگاه میکنن، همین رول یگون پروبا در کار نیست، یگون حاضر کاستینگ میگن، یگون کاستینگ پنگ همین رول همین با تمام ده دیگر در کار نیست. اینا هستن که رولو هستن که وایها اگر رژیسور باوری داشته باشد همون هنرمنده، اکتریس مثل اکتورمی، وای به پروبا وای میگیرد چون که وای میفهمد، وای میداند. وای وقتی که رژیسور شبهه کرد، آن وقت خیلی کاستینگ میگذارند. این وابسته با پارتنر، وابسته با همون حالت، وابسته با بازی چیز هنرمند، این همه طرفه گرفتن. خب اگر شما کارگردان باشید یکم فیلم بگیرید، من هم چهره نصیبه در کدام نقش میگوید؟ البته نقش اساسی. نصیبه ما یک دو بار با نقش‌های همکاری کردیم. خیلی استادکارانه بازی کردند. آفرین. یک چیز دیگر هستم که نافهمی مردم ما چی است. مسئله من اکتریس هنرمند میگویم، وقتی که ما از طرف جلب میکنیم، حتی اکتریس های کسبی بعضی چیزها نمیخواهند، اجرا نمیکنند. آخه ما گفتیم من همین چیه، این یک صحنه که من همین خیلی تو دست وای میگیری، این دست توی جوان میگیری، نه من پاگه خیلی من هستن اکتریس هایی که کمتر شرمگینند. دیگر خیلی این از قابلیت هر آدم موافقت. اینجا سینتز تئاتر بخیر ممکن تئاتر برای مثال دخترک کمپیرم میکنن، کمپیرم بعضن یاشتر میکنن، خیلی صحنه با ممکن وای خیلی. یعنی بیشتر شما رو با کدام نقش جلب میکردن کارگردان ها؟ من دوره جوانی فقط لیریکی و عاشقی فقط همین ژانر من با چون چهره این از دوره دانشجوییمون پروفسورامون از اون وقتایی کردند. بعد خیلی وقت سن سال طرف اومد، بعد رول‌های درامایی، رول‌های وای باز نقش‌های هجوی نمیگوید بازی کردید کو؟ نقش‌های وای عذاب میکشند. خب عموما نقشی که برای شما عزیز است، یعنی
ҳамон нақше ки ҳамеша ба хотир меоред аз он сарфароз мегардед? ин як ҷиҳати худаш дорад. вақте ки устод Тоҳир Собиров ба ман савол додем, устод кадом филмотон шумо бо гуфт ки бачаем ҳамаш илми панҷангушти ман, ҳамаш вай кардагӣ, ҳамаш узви ман аст. гуфт хай гуфт ин ангушта хубтар дӯстар медорӣ барои ки вай хизматаш бисёртар барои мисол. барои ман он нақшое ки бо азоб ман вай кардам, ҳамоно барои ман бисёртар хотирмон мемонанд. бисёр азоб кашидаги ман, бисёр ранҷ дидам, бисёр кофту ков кардем барои мисол. ҳанон филмҳо, он нақшҳо барои ман азизтар. лекин охир нақшҳои дар дари ҷавонӣ ман ҳар нақшҳои дӯст медорам. ман хати Мавлуда Обидова, хати Дилбар Умарова, хати Розия Ҳайдарова, хати Раҷабгул, хати ино офаридам. ман ҳаловат бурдам. ман бо ин қадар актрисаҳои зебо ҳунарнамоӣ кардед, дар хона аз ҷониби ҳамсаратон рашк набуд? ҳамин худо ба шукр мен оилаи мо бисёр оилаи бофаҳм ҳамин дар ҷои кораш бисёр вай мекарданд. дар ҷои кораш ҳамо духторхона ба ҳамон ҷо ки барои чи Акаи Ғолиб ҳамин хеле нақшҳо метиҳад ва худаш интихоб мекунад чи яъне занакҳои лаби об ҳамон вай. баъд ин хеле дар оила аз мо масъалаи вай худо ба шукр мегӯям ки ҳамин хуб буд, чиз буд. инам як сабаб шуд, инам як сабаби вай шуд, такони вай шуд ки ба кори ман мадад расонданд. ҳамин хеле ман худам ва фурсати он расида ба фикрам ки боз як суруди. бале ман низ гуфтанӣ будам амиро. ҳамин дили шумо харошида нашуд охир? боз аз ҳамон мардуми лӯлии циган гуфтед аз ӯ бошад бо хубтар. циганский. вале ман ҳамин метарсам ки ҳатто дар рафти вай суханашам аз ёд набарорам. кӯшиш мекунам агар хатогӣ шуд бубахшед моям. Очи черные, очи страстные, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Очи черные, непокорные, очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Очи черные, непокорные, ла-ла-ла-ла. ла-ла-лам, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, хасия, таравия, та-та-та-та, та-та-та-та. Скатерть белая, залита вином, все цыгане спят непробудным сном. Лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Скатерть белая залита вином, все цыгане спят непробудным сном. Лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, хоп-хоп, ла-ла-ла-ла, та-та-та-та, хасия, здоровья художки, та-та-та-та, та-та-та-та. Поцелуй меня, ты мне нравишься.
отравишься, поцелуй меня, не отравишься, потом поцелуй меня, потом я тебя, потом вместе мы расцелуемся. Поцелуй меня, ты мне нравишься, поцелуй меня, не отравишься, поцелуй меня, потом я тебя, потом вместе мы расцелуемся. Эй, ла-ла-ла-лай, 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 ла-ла-ла-ла. بهترین و باور کنید خیلی سپاسگزاریم که تعبی ما رو بولیده ساختید و امیدواریم که تعبی بیننده ها نیز بولیده شد و همون لحظه که می نوازید و می سرید گمان میکنی که یک جوانی 18 ساله 20 ساله می سرید. جوانی خب سال جوانان هستن استاد نیز حالا جوان سال جوانان سال جوانان همه شرایط با شما دودگی همین برای چی هم کوشش کنید غیرت کنید آخر زمان شماست سال شماست مرحمت با یک بار گفتم اینا میدان از دلیر است آخه هر کسی هنر دارد در دست جوانان است. خب آلبوم سرودهایتون کی میبرید؟ وقتی جوانی باید نکردیم این وقتی بیرون از کار بیرون از چیزی باشد نه بیا استاد خیلی میکنیم همین یک 3-4 سرودی که میدونید یا که چنده که باشد با یک بونه اینجا ثبت میکنیم آلبومش رو ثبت می‌نماییم. آلبوم رو ثبت می‌کنیم. آلبوم نه اینترنت باوری می‌کنیم در اینترنت. حتما که که کلیدها یعنی آلبومش رو برای دیسک بکنیم می‌فروشیم بسیار. یعنی هم فایده بعد از شما میآید هم شما توی میگردید. برادران هم با تو زیاد دعوت بکنم. این نه با واسطه کامپیوتر وای میکنم. این چیز زنده است. یک اون نوتا فالش میرود. هر چیز زنده مشق نکردگی چیز نکردگی خود از 10 کس ممکن یک کس با معقول میشه یک کس بنه 10 کس بنه 20 کس بنه این میگم که این کسبی نیست. خب پس از برنامه نورافکن معلوم میشود که با کی معقول شد یا نه چون حتما میآیند مخلصان سراغ میکنن این سرودها رو و به خود شما نیز زنگ میزنن. من باوری دارم. لیکن درباره گیتار ما فقط همکاران ما همون جوانان نمیدونن. همین جوانای تئاتر مالی نمیدونم ما در پیش وای یگان چیزام نکردیم یگان برآمد نکردیم برآمد نه همین چیزام نکردیم. خب آمادگی بینه به هر حال شما رو زیاد به توی دعوت میکنم. باز از بین شما هنرمندان کی می نوازد یا این کی می سراید؟ من نیاز محمد موسوی می سراید اینی که وای نواخته نمیتون وای می سراید وای آواز بسیار خوب دارد وای یک چیزش رنگ احمد ظاهر است اما بسیار خوب میخواند صدای وای هم تمبر آواز وای من همون وقتی که تمام کرده آمدند من همون شناسایی بود یک گوش کردیم ما گفتیم که تا بود همین کار دوام دی چی گوی خطی لیکن خیلی نمی خیلی یک سبب چیزی میشود که بعد برام خیلی ما خیلی خب بود میگم که در آرمه برآمد کردیم پوبلیچ نه در چیزو خیلی یک توی با یک رفیق ما خیلی میدونست و گیتار آورد دوره جوانی بود همون جا وای کردیم وقت میگم کامپیوتر نبود میکروفون زنده میموندیم میخوندیم این خیلی این برای خودم برای چیز نیست برای پوبلیک وای نیست. بوری هم در فکرتون نزده است که یگان سناریو خود شما یعنی بنویسید یا یگان سناریو رو گرفته کارگردانی کرده فیلم سازید؟ این هنر ندارم من سناریو من منطقاً ساز میکنم منطقاً درست میکنم صحنه‌های علاوه میکنم اصلاح میکنم چیزهای عملیات میدارم اون چیز با لیکن نوشتن این کاری آدمای درام نویس سناریست میتوانند و حتی من بعضا یک دو سه نفر سناریست رو گفتم که بیاید یک چیزی وای دوام همون هورمون مادر را دوام همونه وقتی که مادر نیست انا خود زن رجب القاسمی که بازی میکنن و
خودش خوشدومان میشود بله. وقتی کلینش اینش میبرد این خیلی مناسبت میکنه. انا میگم حیات چه خیلی تکرار شدن میگیرد. کسی که همه خیلی مناسبت میکنه حیات هم نسبت بر همه خیلی میورد. ما خواستیم همین دویم قسم کنیم، یعنی بعد خیلی 25 سال برای مثال، یعنی دوم قسم دویم بعد 25 سال همون نمی نویسن. پس باید با تلویزیون سینما همکاری میکنیم. خیلی کاشکی اینا قسم دوم این خودش تماتیک عجیب است، یک تربیه خوب است که بله انا من همه آدم همون کلینی که نسبت به خوشدامانش هم خیلی مناسبت کرد خودش با همین حالت غلطید، از وی گنده تر غلطید، کلینش از خونه های میکند و این هم خیلی است. این تکرار میشه آدم خیلی. بله واقعا یک فکری خوب است. اگر امیر رو عملی نمایید به نهایت فکری خوب است. ها چه؟ ما بمیدیم. فراموش نکنی پسرک. خوب با کارگردان های زیاد همکاری نمودید، کار کردید. با اندیشه شما کدام کارگردان بهترین است و توانست هنر شما رو کشف نماید و با کدام کارگردان کار کردن آسان است و خوش است برای شما؟ من فهمیدم. در فیلم یکمین بار مارگریتا قاسمووا را سال 72 بعد ختم 4 نفر از 400 یک رول بسیار وزمین مشکل برای من شخصا بسیار عذاب کشیده. نقش دولت، چون که از اول تا آخر او 4 کس که بود، 2 تا جورش و یک تاش گلشن یعنی عروس شوندهش بود و رولشون انچه سبکتر بود، یک چیز بود. همین رول من بسیار نقش من بسیار مرکب بود و آدم کمتر خودبین، بعد یعنی نسبت وقتی که عروس و میگیرند این نسبت و بدبین شد، نسبت زندگی بدبین شد، نسبت حیات همه گو که حیات با من خیر کرد، منم حیات ما به نظر نمیگیرم خیر گفته. آخرش هیچ کی نه زن گرفت، نه کودک داشت، نه اویله داشت، نه چیز داشت، خودش توقع ماند. میخیلی یک رول مرکب میخیل بود. این برای ما یک مکتب وای بود، مکتب نو بود، درس نو بود و همین نقش راه من در سینما کشاد. اون دوره شوروی یک پرینسیپ کاری بود. اگر یک نقش بازی کردی در فیلم اشتراک کردی، همون نقش با موقع رفت رای تو کشاده میشد. اگر همون نقش از گودش نبرآمدی رای تو بسته بود تمام. انا همون وای شد، بعد وای رفتن گرفت. لیکن از همه بسیار کار کردگی من در تاجیک فیلم با استاد طاهر صابرов همچون اکای ما، همچون استاد ما، همچون پدر ما بسیار یاد گرفتم از اون چیز. همین کادرهای، کمپوزیسیونهای چیزا، مونتاژ سیستم‌های چیزا از وی خیلی نازک خیلی یک هنرمند مشهوری وی بود و حتی در مسکو هم قدر حرمت و احترام میکردن و بعد نو زمانها یاد گرفتم و خیلی بسیار انور تورایف قطعی و کردیم، مراتکا قطعی یک فیلم، بعد اینجا بود با مرود قاسم و 2 فیلم دیگر قطعی و بازی کردیم اینجا. بعد هم رفتن گرفت الیک تولایف قطعی، بعد ابسام رایموف قطعی اینجا، بعد اینا در لطیف فیضیف قطعی، در بعد اش محمدوف قطعی در توشکند در وای، بعد رژیسور من لین فیلم و رژیسور موس فیلم و موقعی در همه رول خوردم باشد، رول چیزا باشد. و من همین خود شما تماشای فیلم رو دوست می‌دارید؟ انختر فیلمی دوست داشته شما؟ وقتی که فهمیدم، وقتی که ما مکتب می‌خوندیم همین دهبا فیلم استیصال یا هندی می آمد یا تاجیکی، استیصال تاجیکی می آمد. در دهها عید بود. عید بود بخاطر که همین 3 بار 4 بار در دههای همسایه می رفتیم تماشا می کردیم. این از آنه که احساسات بسیار ما وای کرد. من وقتی که من با دختری وا خوردم دیدم این فیلم و این فیلم در فیلم تاجیکی فیلم ما در دل من، در نقش من سخت موندگی. این همین فیلم من با دختری وا خوردم. یعنی شما فکر میکنید که در تمام
همین چند ساله که از سال 29 تا این جانب سینمای تاجیک در ادامه فعالیتش بهترین فیلم تاجیکی نه ما بهترین فیلم دوست داشته من فیلم بسیار فیلم‌های تاجیک فیلم‌های محبوب بسیار خیلی برآورده است فیلم‌هایی که در خارج کشور معرفی بله شدن. این فیلم باریس الکسیویچ من سلسله نامه‌های رستم و سهراب شاهنامه فروشی اینها فیلمی که برای مثال منم طور کاقتی سومکا کردیم 1001 شب بعد سالی که وای رفت 33 دولت وای خرید اون فیلم اون دوره وای خرید فیلمی چیز قسمت شاعر وای این فیلم ها اینا کلاسیکه اینا بایگانی ما با اینا یک فیلم وای قوریشکنبر مرگ سودخور این زهیر اکا زهیر دوستماتوف این خیلی نقشه فقط همین نشانه 10 میزنند که این گویا که نقش وای گویا که با خودش همین واقع این اکتور اصیل چخیل میکنن گویا که نقش خودش بود همه خیلی چنان در کجایی اگر اون خیلی فیلم ها در وقتی گالیوود میدادند البته اسکار میگرفتند بله اگر امروز پیشنهاد شود از طرف خارجه از طرف بالیوود مثلا فیلم های تاریخی اگر فیلمی همین مرگ سودخور رو پیشنهاد کنیم باید صاحب جایزه میگردد البته بهترین فیلم است بی گفتگو میشد بی گفتگو چون که این چنان حیاتی است که وای گالیوود این خیلی پریپلیچینی وای خیلی نداره وای فقط حیاتی چیزی که حیاتی هست چیزی که وای هست انا همونا فقط اسکار پوسکار همونا وای میگیرن وای فیلم‌های خیلی جالبی وای داشتیم از صحبت خمیدوف بود از رژیسورهای دیگر هم بودن همینجا وقتی که تکنولوژی نو شده است تکنیکی که پیش رفته است یعنی بناورگیری فیلم آسان شده است لیکن حاضر منه برای چی ما کمتر قفا مونده ایستادیم ما قفا مونده ایستادیم امید به جوان هاست حاضر امید به جوان ها که همین پیش برن همین تاجیک فیلم های برونن داخل خلان هستن حاضر یک چند رژیسورهای جوان هستن فیلم های خوبم برآمده ایستاده است اینم شکر میکنیم شکرگزار هستیم که در استقلالات پیشروی هست رفته ایستاده است لیکن این کم فضای سینمای باید بسیارتر سریال های بسیارتر باید با کودکان با نورسان با جوانان باید ما پر کنیم ما که فضا خالی موندیم دیگر رو استفاده میکنیم این شخص وای ضرورت دارد وای به غذای معنوی وای در کار است برای وای وحشی میشد اگر نبیند وای باید یگون کنسرت بیند یگون اسپکتاکل باید بیند یگون فیلم باید بیند وای بیوای چخیل میشد میبینی ای کار خسته میشه تلویزیون نگاه میکنی فیلم میبینی حاضر بینی در چیز دیسکوی یک در کار نادر کار وحشانیت نشون میدن خون بسیار نشون میدن وای نشون میدن جوانان نشون میدی وای وحشی میشد البته وای خونین میشد ما وقتی که پروفسور ما گفتن که در کادر یک دو قطره خون یا در لب یا در بینی بسیار خون در کار نیست این وحشت میبرد حاضر سطیل کراسکه میریزن خون میکنن درست است این وای یا آدم ببینید تیت و پیت میکنن خیلی ممکن نیست آخه بله چون ملت تاجیک ملت صاحب فرهنگ و صاحب تاریخی بوی خود است همه چیز داریم همه چیز داریم برادر همه چیز داریم مکتبی که ما داریم مکتب اکتوری مکتب هنرمندی مکتب رژیسوری که ما داریم در ایران رفتیم ایران با گازیتاشون با بروردن بعد نمایش خودمون بروردن که گفتن که اینا از تاجیکستان عبرت گیرید به دکورم نمایشنامه خوب آوردن این مهارت هنرمندا بود که اجرا کردن ما رودکیه بردیم اونجا و ترجمه استاد ساعت مولا غزاده زبانی و میگن زبانی اشراف زادگان خراسان یک لحظت بردن زنده با تاجیکستان گفتند اینه در کابل برآمد کردیم چشمان برادر قیامتی در فستیوال اجو خستن قرصک زدن زنده با تاجیکستان یک بار نه 10 ها 12 بار همین خیلی ما داریم هنرمندای باقوت داریم رژیسورای باقوت داریم خیلی یک دوره همین اختصاصمندای ما پوش خوردن لیکن ناز جوان‌ها پیدا شده است درست کن چی ما نمیکنیم کردن در کار وظیفه ماست قرض ماست
یعنی شما امید دارید با آینده سینمای توجیه؟ 100%. ما یک فیلم بود که обратной дороги нет. ما قبول باید با پیش رفت. پیش حتما بود. همون چیزی که نبود بود پر کنیم بود. بله باید دستگیری یکدیگر شود. چون از کارگردان خواهش میکنیم که بازم پاره ها از ما مشم خواهش میکنم که یک سرود بشنویم. اول پارچه فیلم بعدن سرود. همین شوخی با شوخیش من با یادم آمده است شوخی. شما یاد آوردن گره تا اون دمه که تماشابینان پارچه فیلم رو تماشا میکنن. مرحمت. Эй! Есть кто-нибудь? Эй! Есть кто-нибудь? خوش بیننده های عزیز یادآور میشویم که باز هم برنامه نورافکن است روبروی شما و مهمانی ما باشند یکی از هنرمندان دوست داشتنی غالب اسلاموف هستند. چون وعده دادیم که پس از پارچه فیلمی که استاد نقش آفریدن این لحظه باز هم یک سرود جالب میشنویم و تبها رو بالیده میسازیم. بله من بعد میتوانیم غالب اسلاموف رو دیگر خیلی معرفی کنیم. هنرمند تئاتر، سینما و استرادای توجیه. آره نان سرانده دو تا نکنیم. اینا میگن خرسم بازار بچوب ملا میشد است نه؟ بله خوب اگر کسی به تویش دعوت کردنی باشد غالب اسلاموف رو مرحمت ما تلفن رو میمونیم زنگ زنیم. حالا میرم مذاق میکنم و اون که از تلویزیون سینما میابید نه به هر صورت مسرور میگویند که توی لیک امون اگر خیلی گویم توی روی هم آسان نیست. توی رفتن هم و در توی خدمت کردن هم آسان نیست. بله البته هزل شوخی است چون فرمتی برنامه حاضر بسیار وقتا همین دیسک میمونن همین توی با مزرو دیسک میخونن فونوگرام میخونن همین صاحب توی هم بازن همین خیلی میشه نفهمیده واقعا از دیگر سرایندگان بهتر هستند که زنده می سرایند. مرحمت هم نوای زنده هم صدای زنده هم از زنده است. ما همین چیز بیادم نگم همین کتابچه خودم کجا پرتافته میگم. خود شما سرودهای کی رو گوش میکنید؟ من وقتی که من پیش وقتا حوض خیلی کم گوش میکنم. پیش وقتا وقتی که بسیار خسته میشدم من ارگان موسیقی ارگان گوش میکردم. ارگان من همون بالرو ارگان و گوش میکنی. من اینو از کجا فهمیدم؟ از کجا من به در اومدیم؟ وقتی که ریگا بودیم همون دومسکی سابور است اونجا ارگانی و زنده اونجا. وقتی که در اومدیم و قصر و چیزا بعد ارگانی کنسرت رفتیم اونجا. ای خدا تاثیری و هیچ وقت فراموش نمیشه. و همین خیلی تمام خون و رگ پود من همون رفت تمام. من خودم از زمین کنده شدم. من خودم فراموش کردم که من در ریگم. من فراموش کردم. بعد از اون وقت همین ارگان موزیکا من و من یک پلاستیکو داشتم من و خطی. بعد خب با من همینم یک الیمنت جوانی بود. اما آدم که وایتر شد سن سال رفت بعد روزگارم و بعد اون طرف کار و این طرف کار بعد ایش فراموش میشه. موسیقی بعضی وقتا میشه که موسیقی مینور نمیفورد. بعضی وقتا میشه موسیقی جازی میفورد، رقصی میفورد. بله. این زمان ما کدام موسیقی رو میشنویم؟ قد تو بالای تو تا به نظرها بود حسن دل آرای تو نور بر سرها بود. قد تو بالای تو تا به نظرها بود حسن دل آرای تو نور بر سرها بود. میبرد دل میبرد چشم چو بادام تو حسن دل آرای تو حسن دل آرا روی چو برگی گلت مصطفی حق بین من تازگی کاکلت
سنبولی نسرین من میبرد دل میبرد چشم چوب بادام تو حسن دل آرای تو حسن دل آرای تو لای 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 La 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 چشم چوب دام تو چشم چوب دام تو چشم چوب دام تو خوب نصیبا حقیقت کردی اینچنین نه تنها سراینده و آرامشگری خوب هستن اینچنین سبک و اسلوب خودشون رو دارن بله باور کنید اگر چند سال پیش همین کارو شما دوام میدادید شاید حالا یکی از سرایندگان پیشی تاجیکستان بودید هر کس کار خودش بله هر کس جای خود رو دارد همینم شکر که خیلی فراموش چند نشده سال بود است. که همین گیتار رو شما نگرفته بودید به دست من خیلی سال خیلی از 10-15 سال زیاد شد. اگر میدونستید که در برنامه نورافکن به شما گیتار میدهند و مجبور میکنند که سرایت میومدید می آمدم و من کمتر تئوری میدیدم. برای مثال از هر تما از هر چیز برای مثال بله بعد کمتر مشق میکردم که انگشتا الکی این خیلی موسیقی یک روز نه این 10-15 سال ننوختیم حقیقتی. به هر صورت ما سپاسگزاریم که شما به برنامه ما آمدید و ذره هم باشد تابی ما و مخلصان تلویزیون سینما رو بالیده ساختید. تشکر لیکن منم خودم حیران ماندم من شما باب کردید در این خصوص که من هیچ وقت در یگان نمایشنامه در خصوص گیتار در خصوص وای سخن نراندیم در یگان برنامه هم نبود در یگان شبکه هم نبود خیلی چیز بود غیر چیزی ما بود غیر ایجادات ما بود لیکن شما چی خیلی جوینده یا بنده پرووکاسیون بود. خب یک چند سال دیگر میدیم بعدا برنامه رو به انجام میرسونیم باشد و میخوایم که بگویید که خوب یک چند سوال میدیم که جوابش خیلی کوتاه هم. مثلا رنگ دوست داشته شما گلابی. خوراکی دوست داشته شما منتو. فیلمی دوست داشته شما من میگم از تاجیک فیلم گویم اگر من با دختری واخوردم. کلانی خانه شما کیست؟ یعنی شما یا همسرتان؟ در بعضی مورد من بعضی مورد وای آخر زن کاری زنیش کلانی میکنن. خوب جواب کانکریتی نبود به هر حال نیخه همه خیلی است من نمیدونم که من وای این خیلی ممکن نیست گفتن در اویلا که وای زن یا مرد بعضی وقتا زن حق زن یعنی برابر حقوقی حکومت همه کدام مرده که میگوید که من کلان در خانه دروغ میگوید دروغ میگوید چون که حتی در پیش زن اسکندر مقدونی در پیش در امپراتوری بزرگ جهان گرفتن در پیش زن زانو زدن این دروغ است این میگوید در پیش جورا میگوید لیکن در من چه پسند میدونم در خانه برابری باشد در جایی که مرد گپش است جایی که زن است. بله اگر اون مرد که برابری رو اعتراف نمیکند یعنی همیشه از زن یعنی یک زینه پایان میسته در زندگی شاید ممکن خیلی کنه این نقطه نظر هر کس هر کس باور خیر میتید. خوب کدام خصلت انسانی رو نمیپسندید؟ جاهلی. و برعکس کدام خصلت انسانی رو میپسندید و خودتون همون خصلت رو دارید؟ نیک بودن مهربانی نیک این از همه چیز اساسی است. یک چیز همه زندگی با چیزی از همه ارزان چیزی از همه قیمت این مهربانی کردن مهر کردن است و یک آدم یک روز یک مهر کن دل وای شاد کن این برای تو بس است. کدام نمودی ورزش رو دوست می‌دارید؟ والیبال. من خودم والیبال بازی میکنم. بازی میکنید. خب از چی میترسید در زندگی؟ از خودم. یعنی مبادا یگان جا با من یگان جاهلی از من شود یعنی خطایی نرود روسیایی از من شود یگان جا با ناپسندی نسبت بر خویش تبار نسبت به عائله نسبت به دیگر کوشش میکنیم
از خودم خیر آدم میگم که در آدمی هر میگوید. حالت بله بله. شما راه ایجاد هنر رو انتخاب کردید، یعنی از پشت این هنر نان خوردید، زندگی کردید. یعنی هم نام یافتید هم نان شکر میکنم. باره شده است که احساس پشیمانی کرده باشید از انتخاب همین کسب، چون همه کار میگویند یک پشیمانی دارد، مشکلی های خود رو دارد. راست هر کار مخصوصا کار هنرمند، کار ایجادکار، بله این با پشیمانی می شود چون که ما اینا پروفسوران ما میگفتن که کار اکتور، کار هنرمند همچون وای است، следователь برین، مفتش برین، باید تو از نو سر کنی، از نول سر کنی. تو با تجربه خود با چیز نکن، تکیه نکن، یعنی تو با مهارت خود تکیه نکن، تو جستجو کن، مهنت کن. وقتی میشد که مهنت میکنی، همون تلاش میکنی، همون نقش نبرآمده ایستاده است تو، خودت میفهمی میکنی، هم که نبرآمده است تو، انا وقت پشیمانی بعضا زیر میکنند آدم، هم پشیمانی زیر میکنند که تو نیستی، تو هنرمند نیستی، نیفتی. هم پشیمان میشه، کاش که دیگر ساحه میرفتم، این کسب من نبود است، نمیتونم. وقتی که یافتی با همه چیز از چیزت گم میشه. وقتی که همون کنتاکت بین تماشابین میمونه، وقتی تماشابین چشمش در دلش میزنی، در وجودش میزنی، در عصبش میزنی، در معناش میزنی که در توبه تو است. اما توبه تماشابین در توبه تو که اومد، یعنی او را با همون هنر گیپنوز میکنیم. اون وقت تماشا اینجا فراموش نمیشود. اما چیزه این با آدم کیفیت میبرد. ایجاد میگه ایجاد برای همین است. برای همین است. این بعد این پشیمانی از ما میگم که اگر دنیا چند بار سوال داده، اگر با از جوانی سر میکنی باز همین کارو سر میکنی. به هر حال اون چیزی که از همین کسب انتظار بودید آیا شما به دست آوردید؟ نه همه چیز رو مثلا چی انتظار بودید شما؟ من بسیارتر میتونستم ایجاد کنم، بسیارتر میخواستم نقشای همزمانان در سینما بسیارتر بکنم، لیکن افسوس که اینجا یک سبب‌های ابجکتیوی بود، سوبجکتیوی بود. حالا هم در عین کمالات هستید و چی نقشه ها دارید؟ منتظریم که در کار باشیم، در استودیو، در کینو استودیو، در تلویزیون، در رادیو. ما همیشه تیاریم اگر ساق سلامت خدا سلامت کرد. یعنی اگر برای کارگردان شدن در یگان فیلم شما رو دعوت کنن شما رد نمیکنید؟ که با جان و دل، لیکن اگر سناریو پسند باشه. بله. یعنی از گفته‌های شما برمیآید که همه دست جمع بیایم، با هم شویم و برای آبادی وطن خدمت کنیم، هر کس در جای خود. بله یک جویا یک کس یک چیز کرده نمیتونه. یک جویا میگویم که قدرت هست، قوه هست، هنرمندان داریم، ریژیسورها داریم. واضح من جوان ها بسیار خیلی پیدا شده است، بسیار جوان ها. من تکنیک هم هست، همه چیز هست، فقط آفریدن حاضر نکن. بله. خیلی خوش هستیم. خیلی باز هم میگویم که سرفراز هستیم که در برنامه نورافکن اشتراک کردید و سروده های خوب نیست خواندید. بله بینندگان عزیز و ارجمند یادآور میشویم که هم صحبت ما بودن مهمون برنامه نورافکن، هنرمند سینما و تئاتر توجیک، کارگردان و سراینده استرادا غالب اسلام. خوش به فکرم فرصتی آن رسیده که با بیننده ها نیز خیر و خوش کنید. بار دیگر سپاسگزاریم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و با حضور خود محفل ما رو خیلی هم گرم نمودید و تاب بینندگان رو نیز البته خوشحال کردید. خوب بینندگان عزیز و ارجمند، در همه جا با شما خیر و خوش میکنیم. بله اگر ذره هم تاب شما رو بالیده ساخته باشیم خیلی سرفرازیم. خیر تا دیدار نوبتی.